در 4 سال اخیر 6000 تاجیکستانی در نتیجه سرکوبی‌های سیاسی خانه، پیوندان و وطن خود را ترک کردند و به گریزه سیاسی در کشورهای برایشان بیگانه تبدیل شدند. 6000 تاجیکستانی برای نجات یافتن از شکنجه، زندان و حتی مرگ از دست رژیم دیکتاتوری مجبور شدند به دانستن زبان و فرهنگ در کشوری بیگانه مهاجر شوند. در سال 2014 601 نفر، سال 2015 1049 نفر، سال 2016 3138 نفر و سال 2017 1228 نفر مجبور به ترک وطن شدند. همین چیزی که معقول شونه همون خلقتی میزنن. مثال بدوبینکا بسیارتر بدوبینکا میزنن که ما به خاطر که خرابه که ناجنسک بودم بسیارتر به دست زدن یعنی بقلشکا مخلشکا قطعی بسیارتر زدن. خیلی دوبینکا را بسیار همین دوبینکا قید در پوچه و مثال کیت پیت ده دست پسده میزنن. این خیلی دیگه همین بسیارتر به دست میزنن. مرا بسیارتر به دست زدن بعد به دوبینکا خیلی در همون پوچه‌مون کیت فوم دایون همین پنجوی دست وقتی ایسوس میکنی میزنن دیگه همون بعدی خیلی چون سیاستت میکنن. با هم میخواستن که من همون چیزا بگم که همیو اکی مهای دیگه خیلی اکی مهای نه با دستوری فلانی و بهمدانی و همون گپاشو همیو بعدی اومدنم چند چیزایی را در همین تلویزیون میبینم عیناً همون چیزایی که در خونه ما و در خونه دیگر رو پرفتن همون چیزایی. اون روزان هم یک جورا دیدم یک اتومات 3-4 دانه تیره خنده هم گرفت که پهچ ما دیگه همی یک اتومات یک پیستوله دیگه یکون چیز دیگه افته نمیتونه یک حکومتی کلان. برای آنهایی که از بیدادی رژیم استبدادی مجبور به هجرت شدند، سامانه پیامنت در موضوع آدمان عادی با تقدیر غیر عادی آزمون اعلان میکند. هدف آزمون جلب دقت جامعه چی در داخل کشور و چی در خارج آن به مشکل نقض گسترده حقوق بشر در سطح دولتی می باشد. با تمام عالم تاریخ زندگی خود، شرایطی که شما را مجبور به ترک وطن کرد، مشکلات راه و مشکلات پیش آمده در کشوری نوی استقامتتان حکایت کنید. قصه باید از حیات شخصی شما با زبان تاجیکی یا روسی و نه کمتر از 2 صحیفه فرمت A4 باشد. ذکر نام و نسب حتمی نیست، می توانید تخلص را استفاده کنید. قصه هایتان را به نشانی الکترونی بفرستید. آغاز آزمون 15 ینوری سال 2018، انجامش 21 مارس سال 2018 است. هر قصه از طرف کمیسیونی مرتب از کارشناسان و حامیان حقوق بهاگذاری می شود. نتیجه آزمون 5 اپریل اعلان می شود. همه قصه ها در سامانه پیامنت با زبان تاجیکی و روسی نشر خواهند شد. جایزه ها: جای اول $250، جای دوم $150، جای سوم $100. برای معلومات بیشتر درباره آزمون توسط نشانی الکترونی با مسئولین تماس گیرید.